بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم و معزز شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان گرامی و ارجمند هستم در قسمت 67 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در دو قسمت گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز در مورد احکام و آداب و فضائل نمازهای نفلی که گفتم که نمازهای نفلی شامل تمام نمازهای می شود که غیر از نمازهای پنجگانه است، که شامل سنتهای راتبه و نماز ویتر و نماز تراویح و نماز قیام اللیل و نماز تحیت المسجد و نماز ضحی و چاشت و دیگر عام نوافلی که انسان در هر وقت می خواند نمازهای نفلی یا تطوعی گفته می شود. و در دو قسمت گذشته خدمت شما در مورد فضائل و برتری های نمازهای نفلی در روشنه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودم و همچنین در مورد سنت های راتبه، سنت هایی که قبل از نمازهای فرضی و یا بعد از نمازهای فرضی خوانده می شود. در مورد احکام و آداب و فضائل این سنت ها خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت گذشته عرض و بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه همون مطلب سابق است که از جمله این نمازهای تطوعی یا نفلی یا نمازهای غیر فرضی نماز ویتر است و این بعد از جایگاهش بعد از نمازهای فرضی پنجگانه هست و در مورد در چند موضوع در این قسمت و در قسمت آینده در مورد نماز ویتر خدمت شما هستیم که در مورد فضیلت ویتر و همچنین در مورد حکم ویتر و در مورد عدد رکعات ویتر که چند رکعت است و همچنین در مورد کدام سوره ها در نماز ویتر خوانده شود و در مورد اینکه دعای قنوت حکمش چی است و دعای قنوت کدام دعا را گفته می شود و همچنین در مورد اینکه اگر از شخصی نماز ویتر فوت شود آیا قضا آورده می شود یا نمی شود. این احکام را در این قسمت و در قسمت آینده ان شاء الله تعالی در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و بیان خواهم کرد. نماز ویتر یا وتر که هم بر کسر واو خوانده می شود و هم بر فتحه واو به معنای فرد است، یعنی اعداد فردی یا اعداد طاق که اعداد 1 و 3 و 4 و 1 و 3 و 5 و 7 این اعداد می باشد. آن را ویتر گفته می شود و نماز ویتر را به خاطر از این ویتر گفته می شود که طاق یا فردی خوانده می شود، یا 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 رکعت خوانده می شود. در مورد فضیلت ویتر در احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضائل بیان شده، احادیث متعددی بیان شده در مورد فضیلت ویتر و تشویق به خواندن ویتر و ترغیب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن ویتر در احادیث متعددی بیان شده. از جمله حدیثی است که اصحاب سنن غیر از امام نسائی، امام ترمذی و امام ابن ماجه و امام ابو داود و همچنین امام حاکم و امام احمد حدیثی از صحابی جلیل القدر خارجه بن حذافه العدوی قریشی روایت میکنند که این صحابی جلیل القدر که از جمله اصحاب کرام بود و از جمله کسایی بود که در شجاعت و مثیلی نداشتند. هنگامی که عمرو بن العاص فاتح مصر از خلیفه مسلمان ها عمر بن الخطاب رضی الله عنه امداد طلب میکند که 1000 اسب سوار را به خاطر امداد از او بفرستد، حضرت عمر بن الخطاب فقط 3 نفر اسب سوار را که خارجه بن حذافه است و زبیر بن العوام و مقداد بن اسود است، این 3 نفر را میفرستد و میگوید که هر یکی از اینها قائم مقام 1000 اسب سوار هستند و ما 3 نفر را به خاطر امداد تو به جای 1000 نفر فرستادم.
این صحابه جلیل القدر در مصر در زمان ولایتی یا زمانی که عمرو بن العاص والی بود، این شخص قضای مصر را به دوش داشت. قاضی مصر بود و 3 نفر از خارجی ها وقتی که در یک شب اتفاق کردند که یکی از آنها بالای عمرو بن العاص حمله کند و دیگرش بالای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و دیگرش بالای معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهم، که عبدالرحمن بن ملجم موفق به شهادت علی بن ابی طالب شد و این شخص خارجی دوم که میخواست بر بالای عمرو بن العاص حمله کند، تصادفاً آن شب عمرو بن العاص به مسجد نآمده بود، بیمار یا مریض بود و به جایش این صحابه جلیل القدر خارجه بن حذافه در نماز پیش شده بود و این خارجی گمان کرد که این عمرو است، بالای از این حمله کرد و خارجه را به شهادت رسانید و بعد از اینکه برش ظاهر شد هویدا شد که این خارجه بوده عمرو نبوده، گفت که اردت عمرا و اراد الله خارجه و این مسئله شد که بین عرب ها مشهور است هنوز. این صحابه جلیل القدر روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد فضیلت ویتر فرمودند ان الله امدکم بصلاه هی خیر لکم من حمر النعم، که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند الله متعال برای شما نمازی مشروع گردانیده که از شترهای سرخ کرده نزد شما محبوب تر است، از شترهای سرخ کرده محبوب تر است، که در آن زمان شترهای سرخ یک نوع از شترهایی بود که در نزد عرب محبوب ترین مال آنها بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این شترهای سرخ که محبوب ترین مال شما هست، الله متعال نمازی برای شما مشروع گردانیده که از اینها کرده محبوب و خوبتر است. صحابه کرام فرمودند که و ما هی یا رسول الله، این کدام نماز است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر ما بین صلاه العشاء الی طلوع الفجر، که این نماز ویتر است که بعد از نماز خفتن بعد از نماز عشاء تا به طلوع فجر خوانده می شود و این ترغیب است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای خواندن این نماز و این نماز محبوب الهی است، همچنان که در نزد شما شترهای سرخ محبوب ترین مالهای شماست. و همچنین اصحاب سنن و ابن خزیمه و امام احمد از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اوتروا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر، ای اهل قرآن، ای مؤمنین، ای مسلمان ها، ای کسانی که به قرآن ایمان آوردید و قرآن را تصدیق کردید، شما اوتروا وتر بخوانید، نماز وتر را انجام بدهید بخوانید، فان الله وتر يحب الوتر، به خاطر اینکه الله متعال وتر است، طاق است یا تنهاست، در ذات خود تنهاست، در قابل انقسام نیست و در صفات خود تنهاست، مثیل و شبیه ندارد و در افعال خود تنهاست که معین و کمکگر و شریکی در افعال خود ندارد. فإن الله وتر يحب الوتر، چون الله متعال وتر است، عدد فرد است، مثیل و مانندی ندارد و وتر را خوش دارد. محبوب نماز وتر نمازی محبوب است نزد الله متعال، لذا شما این نماز را بخواند و این هم ترغیب است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای خواندن نماز وتر. و در مورد حکم وتر که چه حکم دارد، آیا سنت است یا واجب است، قول جمهور علمای شافعی و مالکی و حنابله و علمای دیگر قولشان این است که نماز وتر از جمله نمازهای سنتهای مؤکده است، سنتی مؤکده است اما واجب یا فرض نیست. اما علمای احناف رحمهم الله نظرشان این است که نماز وتر واجب است، لذا میگن که وتر واجب. و علمای جمهور علما که نظرشان این است که واجب نیست، بنا به ادله‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و از صحابه کرام روایت شده که قول به این دارند که این نماز فرضی یا واجبی نیست، همچنان که امام ترمذی و امام نسائی و امام حاکم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند لیس الوتر بحتم که هیئت المکتوبه، نماز وتر حتمی نیست، واجبی نیست،
مانند نمازهای فرضی، یعنی مانند نمازهای فرضی پنجگانه واجب و فرض نیست. ولکن سنت سنها رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولکن سنت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سنت را مشروعیت قرار دادند و همیشه این سنت را می‌خواندند و در حضر و سفر این سنت را ترک نکردند و به خواندن این سنت مداومت کردند. و همچنین ابن ماجه رحمت الله علیه از علی بن ابی طالب رضی الله عنه حدیث دیگری هم مشابه به این حدیث روایت میکند که ایشان فرمودند الوتر لیس بحتم ولا کصلاتکم المکتوبه، نماز ویتر حتمی و واجبی نیست و همچنین مانند نمازهای فرضی شما نیست که نمازهای فرضی که 5 وقت میخوانند مانند از این فرضیت ندارد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر وقال اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر. ولكن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همیشه نماز ویتر را خواندن، هیچ وقت ترک نکردن و به خواندن این هم ترغیب کردن و گفتن که اوتروا اهل القرآن، ای اهل قرآن، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، شما ویتر را بخوانید، چون که الله متعال ویتر است، تک است، تنهاست، شریک و مسیر و مانند ندارد و کسی که نماز ویتر را میخواند یا ویتر محبوبی از اوست، محبوبی الهی است. و همچنین در حدیث متفق علیه که از طلحه بن عبید الله روایت شده که شخصی اعرابی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و از ایشان در مورد اسلام، در مورد اصول ارکان اسلام پرسید و از جمله پرسانهاش این بود در باره نماز پرسید. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود که 5 صلوات فی اليوم واللیله، الله متعال بر بالای شما یا بر بالای ما مسلمان ها 5 وقت نماز را در یک شب یک روز فرض گردانیده. این اعرابی پرسید که هل علی غیرها، آیا غیر از این بر بالای من چیزی دیگری هم واجب فرض است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا الا ان تتطوع، غیر از این 5 وقت نماز چیزی دیگری بر بالای ما فرض نیست مگر اینکه ما تطوع نفلی انجام بدهیم. این هم دلالت به این میکند که غیر از نمازهای 5گانه دیگر نماز فرض یا واجب نیست، بلکه سنت مؤکده است ویتر و همچنین دیگر نمازهای سنتهای راتبه. و همچنین حدیث متفق علیه از معاذ بن جبل رضی الله عنه که وقتی که او را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف یمن میفرستد برای از او وصیت هایی میکند. از جمله وصیت هایش این بوده که گفت که برای اهل یمن فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، ای معاذ تو برای اهل یمن بدانان بیاموزان که الله متعال بر بالای آنها 5 وقت نماز را در یک شب یک روز فرض گردانیده. و این هم دلالت به این میکند که غیر از این 5 وقت نماز دیگر نماز فرض یا واجب نیست. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند که ان النبی صلی الله علیه و سلم اوتر علی البعیر، ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که بر بالای شتر سوار بودن و نماز ویتر را میخواندند. و این هم دلالت به این میکند که سنت است، واجب نیست، چون خواندن نمازهای واجبی بر بالای شتر یا بر بالای مرکب درست نیست، بلکه باید بر بالای زمین خوانده شود و نمازهای نفلی است که یا سنت هاست که بر بالای شتر یا بر بالای مرکب یا در حالت سفر خواندنش اشکالی ندارد. و جمهور علما فرمودند که احادیثی که در ترغیب آمده یا تشدید آمده دلالت به این میکند که دلالت بر تأکید بودن سنت از این میکند که این سنت مؤکده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت این سنت را ترک نکردند. همچنانه که در حدیثی که امام احمد او را روایت میکنه از عمرو بن العاص که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله زادکم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى صلاة الفجر، که الله متعال برای شما یک نماز اضافی را معین کرده، نمازی که از نماز 5گانه غیر از نماز 5گانه یک نماز دیگری است. فصلوها فيما بين العشاء الى صلاة الفجر، شما این نماز را بعد از نماز عشاء تا به نماز فجر انجام بدهید. این احادیث و احادیث دیگری دلالت میکند به تأکید بودن این سنت که این سنت مؤکده هست. و اما اقوالی که از امام علی رضی الله عنه و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و بیان کردم، جمهور علما نظرشان این است که این اقوال دلالت به این میکند که این نماز فرضی نیست و فقط فرض و واجب نمازهای 5گانه است، غیر از این
دیگر نمازها ضمن یا شامل نمازهای تطوعی و یا نفلی میگردد. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با بیان این مطلب در روشنایی احادیث رسول اکرم. سابقون الاولون من المهاجرین والانصار سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما بینندگان محترم و معزز و مکرم. گفتم که در مورد حکم ویتر قول جمهور علما این است که واجب نیست بلکه سنت مؤکد است بنا به ادله‌ای که از اقوال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام ایشان استدلال کردند که خدمت شما در قسمت اولی برنامه عرض و بیان کردم و گفتم که احناف مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که ویتر واجب است و بنابر احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان امر کردن به خواندن این یا تشدید کردن در مورد خواندن این. از جمله حدیثی است که امام ابو داود و امام حاکم از عبدالله بن بریده بن حصیب روایت میکند که بریده بن حصیب صحابی جلیل القدر فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. وتر حق است، یعنی الزامی است، کسی که وتر نمیخواند از جمله ما نیست. در اینجا گفتن که کلمه حق دلالت میکند بر وجوب و همچنین این تشدید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند فمن لم یوتر فلیس منا که از جمله ما نیست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در امور مسنونه به این شکل تشدید نمیکردند و این دلالت به این میکند که این هم وتر از جمله واجبات است. و همچنین حدیث دیگری که اصحاب سنن و ابن حبان از صحابی جلیل القدر ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. که وتر بر بالای هر مسلمان حق و لازمی است. کسی که بخواهد که بر یک رکعت وتر 5 رکعت وتر بخواند اشکالی ندارد این کار را بکند و کسی بخواهد که 3 رکعت وتر بخواند اشکالی ندارد میتونه که 3 رکعت بخواند و کسی بخواهد که 1 رکعت وتر بخواند اشکالی ندارد میتونه که 1 رکعت وتر بخواند. احناف رحمت الله علیهم فرمودند که کلمه حق و همچنین کلمه این که لیس منا و همچنین کلمه امر در اوترو دلالت میکند بر وجوب این نمازی واجبی است. اما جمهور علما فرمودند که این وجوب را احادیثی که آنها نقل کردند صرف میکند از وجوب بودنش این اوامر را به سنت و سنت مؤکده و گفتند که چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه در حضر و نه در سفر این سنت را ترک کردند، لذا برای انسان مسلمان لازمی است که این سنت بر ادای این سنت حرص داشته باشد، حریص بوده باشد و کوشش کند که این سنت مؤکده هیچ وقت از او ترک نشود. همچنانه که امام ابن قدامه رحمت الله علیه در المغنی از امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه روایت میکنه که ایشان فرمودند من ترک الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل شهادته. کسی که عمدن و قصدن نماز وتر را ترک میکند او انسان سوء و بدی است، انسان صالح و نیک نیست و مناسب است که شهادتی از او قبول نشود، باید مردود شهاده بوده باشد. این تشدید هم دلالت به این میکنه که سنت مؤکده است، بدون عذر باید ترک کرده نشود و ترکش عمدن مورد عقاب یا مورد گناه قرار میداد انسان را. و در مورد وقت نماز وتر
علما همه به این اتفاق نظر دارن که وقت ویتر از بعد از خواندن نماز خفتن یا نماز عشا شروع میشه تا به طلوع صبح صادق یا تا به نماز فجر، تا وقتی که نماز فجر داخل می شود. و این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است، از جمله حدیث خارجه بن حذیفه که قبلا خدمت شما تقدیم کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله امدکم بصلاه هي خیر لكم من حمر النعم. وقتی که صحابه کرام پرسیدند که و ما هي، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الوتر ما بین صلاه العشاء الى طلوع الفجر، که مراد از این نماز ویتر است که وقتش بعد از نماز خفتن شروع می شود تا به طلوع فجر، تا به طلوع صبح صادق یا تا وقتی که وقت نماز فجر داخل می شود. و همچنین در حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند من كل الليل قد اوتر رسول الله صلی الله علیه و سلم من اول الليل و اوسطه و آخره و انتهى وتره الى السحر، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر وقتی از اوقات شب ویتر خواندند. در اول شب هم ویتر خواندند، در وسط شب هم ویتر خواندند و در آخر شب هم ویتر خواندند، لیکن در نهایت خواندن ویترشان مستقر شد در قبل از سحر، یعنی قبل از صبح صادق. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر عمر به این چیز استمرار پیدا کردند که در آخر عمر عملشان امی بوده که در قبل از صبح صادق یا در وقت سحر وتر را میخواندند. و همچنین امام مسلم از صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من خاف الا یقوم من آخر الليل فلیوتر اوله و من طمع ان یقوم آخره فلیوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة و ذلك افضل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که گمان برد که در آخر شب خسته نمیتواند باید در اول شب نماز بخواند تا که نماز ویتر را بخواند تا که نماز ویتر از پیش از او ترک نشود. اما کسی امید از این را داشته باشد که آخر شب میخیزد و نماز تهجد یا نمازهای نفلی میخواند، پس باید ویتر خود را تأخیر بکند، در آخر شب بخواند، چون نماز آخر شب مشهود است. نمازی است که در این وقت ملائکه شب ملائکه روز هر دو جمع میشوند. وقتی است که ملائکه روز رو به پایان شدن است و ملائکه شب رو به بالا شدن است و در این وقت هر دو جمع میشوند و هر دو گواهی میدهند برای انسان مسلمان که این شخص ویتر خود را یا نماز خود را خوانده است. و ذلك افضل، و این بهتر است. اگر کسی این کار را بتواند که نماز ویتر خود را تأخیر کند در آخر شب بخواند با همراه نماز تهجد، این کار افضل و بهتر است. و همچنین امام مسلم از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اوتروا قبل ان تصبحوا، شما قبل از اینکه صبح می شود ویتر را بخواند، پیش از اینکه صبح صادق داخل می شود نماز ویتر را بخواند. و امام ترمذی از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر. وقتی که فجر طلوع کرد، صبح صادق داخل شد، وقت نماز شب، نمازهایی که در شب خوانده می شود قیام اللیل است یا نماز تهجد است، وقتی ازی و همچنین وقت ویتر خاتمه پیدا میکند و پیش از اینکه فجر طلوع کند صبح صادق داخل شود شما ویتر را بخوانید. پس این هم دلالت به این میکند که ویتر از بعد از خفتن شروع می شود تا طلوع صبح صادق. وقتی که صبح صادق طلوع کرد یا وقتی نماز فجر داخل شد، در این وقت خواندن نمازهای شب، وقت خواندن نمازهای قیام اللیل، نماز تهجد و همچنین وقت خواندن نماز ویتر خاتمه پیدا میکند و پیش از طلوع صبح صادق باید ویتر خوانده شود. و احادیث دیگری هم دلالت به این میکند که نماز ویتر باید در آخر خوانده شود. یعنی اگر شخصی میخواهد که از طرف شب نماز بخواند، بعد از خفتن نماز بخواند، بعد از خفتن هر قدر نماز نفلی که داشت بخواهد که بخواند اون نمازهای نفلی بخواند، بعد در آخر ویتر بخواند. یا اگر شخص میخواهد که قبل از اینکه خواب بکند پای به وضو خواب بکند و چند رکعت نماز بخواند، باید قبل از خواب کردن نمازهای خود را بخواند و بعد از او در آخر ویتر را بخواند. و اگر کسی که امید از این داشته باشد که در آخر شب یا در نیم شب میخیزد نمازهای نفلی یا نمازهای قیام اللیل را میخواند، باید ویتر خود را تأخیر کند
و بعد از خواندن نماز قیام اللیل یا نماز تهجد وتر خود را انجام بدهد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آخر نماز شب خود را وتر قرار بدهید. اگر شما میخواهید که نماز نفلی بعد از نماز خفتن بخوانید، نمازهای نفلی خود را بخوانید و بعد از او در آخر وتر را بخوانید و این امر واجبی نیست، لیکن امر برای افضلیت و بهتر است، افضل و بهتر است که انسان در آخر وتر را بخواند. اما اگر کسی وتر را بعد از نماز خفتن مباشرتا خواند و بعد از او نماز نفلی خواند، قبل از خواب کردن یا در نیم شب خسته نماز نفلی خواند، اشکالی ندارد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این فعل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. امام مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه و سلم کان یصلی من اللیل رکعتین بعد الوتر وهو جالس. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا شب بعد از نماز ویتر نشسته دو رکعت نماز دیگر میخواندند و علما فرمودند که این فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا دلالت به این میکند که بعد از نماز ویتر هم نماز نفل خواندن جایز است، اما افضل است که قبل از ویتر خوانده شود. دلالت یعنی بر جواز خواندن نماز نفلی بعد از نماز ویتر میکند که کسی نماز ویتر را بعد از نماز خفتن خواند و بعد از او خواست که نماز نفل بخواند میتواند که بخواند و اشکالی ندارد. و همچنین دلالت به این میکنه که نمازهای نفلی نشسته خواندن جواز دارد. و اگر کسی در اول شب ویتر خود را خواند و بعد از اون نیم شب خست، خداوند توفیق داد که نیم شب بخیزد یا آخر شب بخیزد، نماز تهجد یا نمازهای نفلی دیگری بخواند، این اشکالی ندارد، میتواند بخواند، لیکن ویتر خود را دوباره اعاده نمیکند. چون از صحابی جلیل قدر طلق بن علی روایت شده است و این روایت را هم امام ابو داود و امام ترمذی و امام نسائی و امام احمد روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا وترانی فی لیله، در یک شب دو ویتر خوانده نمی شود. پس اگر کسی بعد از نماز خفتن ویتر خود را خواند و بعد از او قبل از خواب کردن خواست که چند رکعت نماز نفلی بخواند و یا خواب کرد نیم شب خیست یا در آخر شب خیست قبل از نماز فجر چند رکعت نماز نفلی خواند یا نماز قیام اللیل نماز تهجد را خواند، اشکالی ندارد و لیکن ویتر خود را دوباره اعاده نمیکند و ویتری که اول قبل از نماز بعد از نماز عشا خوانده به مو اکتفا میکند. و در اینجا وقت برنامه ما و خاتمه میرسد و قسمت آینده ما هم ادامه امی مطلب است، نماز ویتر است و تا با وقت با شما خدا حافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.